وقتی صحبت از تغییرات وضع آب و هوایی میشه، همه میگن مگه میشه یه ابر رو بارور کرد که حالا یا بارون بیاد یا برف، یا مثلا کمتریل واقعا چیه؟ مگه میشه مواد شیمیایی بپاشن رو سر مردم؟ تو تصویر مشاهده کردید که یه سری کپسول به هواپیما بسته بودن. باید خدمتتون عرض کنم که این دستگاهی که دارید میبینید با استفاده از یود نقره و یخبندان کردن این یود نقره باعث میشه که ابرها بارور بشن. سیلور لودی یا همون یود نقره که وقتی یخ میزنه باعث ایجاد بارور شدن و همبستگی مولکولهای آب میشه که توی تصویر کاملا مشخصه. و وقتی این اتفاق بیفته، ابرهایی که به حالت مه و حالا بدون بار هستن یه جورایی بارور میشن و میدان مغناطیسی و الکتریسیتی که بینشون ایجاد میشه باعث بارش، برف و یا هر چیز دیگه‌ای بستگی به دمای اون محیط و دمای اون منطقه داره. حالا داریم میگیم آخه چجوری دارن این کار رو انجام میدن؟ یود نقره دارای گاز خاصی هست. توی این تصویر این دانشمند یود نقره رو وارد آب میکنه و با ترکیب با اکسیژن به بالا و به سمت آتیش کشیده میشه که یه جورایی هم خطرناک حساب میشه. یا الان این گاز نیتروژن روی هوا معلق میمونه و با این گاز نیتروژن میبینید که این فلز معلق روی